خوش آمدین بر جلسه بعدی من. موضوع جلسه بعدی ما احمدشاه مسعود، رهبر مجاهدین افغانستان. اینجا 28 ساله بود و علیه یک اول قدرت نظامی سلاح برداشت، یعنی شوروی، ارتش سرخ شوروی. اینجا زادگاهش است، یعنی دره پنجشیر، دره‌ای که به نام شکست ناپذیر یا تسخیر ناپذیر شهرت دارد. با وجود حمله های پی در پی شوروی و بدتر طالبان، هیچ کدامشان موفق به این نشدند که پنجشیر را فتح کنند. این تانک هایی است که در دره پنجشیر ناکام مانده. تنها تانک ها نیستند، حتی در اینجا احمدشاه مسعود خساراتی که با یک مسجد وارد شده او را هم بررسی میکنه. حتی هلیکوپترهای هوایی شوروی هم این گروه را و این فرمانده به نام احمدشاه مسعود را هم از پای ندر آورده. احمدشاه مسعود بغیر از پشتو فارسی هم با زبان فرانسوی هم صحبت میکرد. احمدشاه مسعود از قوم تاجک بود و سنی مذهب بود که یک چهره کاریزماتیک که در یک دستش اسلحه و در دیگر دستش کتاب شعر بود. کنار چکوارهای کوهی و هوشی نیب نامی که یکی از معروفترین جنگجویان چریکی قرن 21 بود. کوههای دره‌های پنجشیر مهمترین و اساسی ترین نقطه قوتشان بود، ولی برای دشمنانشان درد سر بود. فعلا طالبان میگه که ما پنجشیر را تصرف کردیم، ولی فرمانده های جبهه مقاومت ملی یا به رهبری احمد مسعود یا بچه احمدشاه مسعود فعلا در کوههای اندکش و در کوههای پنجشیر و درهایش فعالیت سیاسی خود را و جنگ‌های چریکی خود را تازه شروع کرده است. شاه مسعود بعد از خروج شوروی مدت کوتاهی وزیر دفاع افغانستان شد. بعد کناره‌گیری کرد. مخالفانش در جریان جنگ داخلی افغانستان منتقد عمل کردش بودند. اینجا گلبدین حکمتیار 32 سال پیش در محاسبه BBC فارسی او را به نرمش متهم کرد و میگویند که درست است احمدشاه مسعود برادر ماست، ولی اشتباهات زیاد را مرتکب شده. مثل آتش بس با شورویا، این بدترین کار در جهاد تاریخ ما بود و در آن سالها گلبدین حکمتیار را بیشتر امریکا و پاکستان و اسلامگرایان حمایت مالی و نظامی میکردند. اما 10 سال بعد یک همرمز احمدشاه مسعود در یک محاسبه BBC فارسی به این انتقاد جواب داد که فهیم دشتی در یک جنگ طالبان کشته میشه. این جنگ از زمان احمدشاه مسعود در جریان است که این فرمانده نظامی به اسلامگرایان افراطی و به غرب بارها هشدار داده بود. از جمله اینجا فرانسه تنها کشور غرب که چند ماه قبل از ترورش اینجا سفر کرده بود ولی زنده نماند. 2 روز قبل از حادثه 11 سپتامبر القاعده این فرمانده جنگجو و قوی را ترور کرد. 2 جنگجو وانمود کرد که ما خبرنگار هستیم و ما برای محاسبه آمدیم و در محله ولایت تخار و در سمت شمال به شهادت رساندش. بمب در دوربین جاسازی شده بود و احمدشاه مسعود کشته شد و در پنجشیر به خاک سپرده شد و فعلا بسیار یک آرامگاه بزرگ و مقبول برش ساختند. و دولت جمهوری شکل کرده امریکا او را به نام قهرمان ملی معروف کردند و لقب قهرمان ملی را داد برش.
ولی قهرمان ملی افغانستان مال رفته. 20 سال طالبان دوباره در افغانستان برگشت، ولی احمد شاه مسعود پسر را به نام احمد مسعود یادگار گذاشت و احمد مسعود مصمم است که راه پدر خود را ادامه بده. خب دوستای عزیز، جلسه ما تمام شد. جلسه ما درباره احمد شاه مسعود بود، درباره زندگیش و داستانش کوتاه صحبت کردیم و شما هم مرا حمایت کنین، لایک کنین، سابسکرایب کنین تا جلسه بعدی هم با هم باشیم و خداوند ما شما را کامیاب، آرام و سرفراز داشته باشه. و من الله توفیق و قول هذا.